نام ما یحیی مکران است. ما 46 سال هستم و از فیلیپین آمدم. پیش از مسلمان شدن بر اساس هیچ عمل گفته نمیتونم که ما از مسیح پیروی میکردم، از مسیح واقعی، از عیسی، از پسر مریم، کسی که پیامبر خدا بود. اما از چیزی که ما پیروی کردم آن عبارت از عقیده کلیسای کاتولیکا می باشد. در آنجا ما پرورش یافتم. ما بعض عقاید اساسی کلیساهای رومن کاتولیک با اطفال درس می دادم، اما ما متعلق به یعنی شامل کسانی بودم که متعلق به کلیسا بودن. پدر و مادرم عضو از شورای کلیسا بودن. برادرم کشیش است. ما فیلیپینیا با آن که از نگاه قامت پایین و از نظر جسامت بسیار کوچک هستم، باکسینگ و بسکتبال بسیار دوست دارم. قسمی که شما خبر دارن ما مانی پکیاور را داریم. ما باکسینگ را دوست دارم. وقتی که زنم پسر سوم ما به دنیا آورد، پیش از اینکه نامگذاری کنم فکر میکردم که چی نام بالایش بانم. ما دو نام یک جای کدام. یکش او بود شکیلا اونیل که یک جادوگر بسیار ماهر است و پاتریک کوین. ما پسر خود شکیل پاتریک نام کردم. اما 3 هفته پیش وقتی او را به خاطر تعمید به کلیسا برده بودم، او در حال بوکس زدن در هوا بود. پس ما نام او را از شکیل پاتریک به محمد شکیل تبدیل کردم، مثل نام محمد علی قهرمان بوکس. بعد از آن مردم از زنم سوال میکردن که آیا شما مسلمان هستین؟ او میگفت نه خیر، ما مسلمان نیستیم. پس چرا نام محمد است؟ و زنم از من سوال کرد که محمد کی است؟ گفتم یک قهرمان بوکس به نام محمد علی. نمیشناسمش. او چی کرد؟ او یک کتاب به نام محمد در انجیل به ما داد. کتاب توسط عبدالاحد نوشته شده بود، کسی که در کلیسای بیشب کشیش بود و مسلمان شده. پس من چی کردم؟ من این کتاب و انجیل خود خواندم. هر آیه انجیل که در آن کتاب ذکر شده بود با انجیل خود مقایسه میکردم، به خاطر که من درباره آن کتاب شک داشتم و فکر میکردم که فقط یک داستان بیان کرده. پس هر آیه‌ای که در او کتاب آورده بودند عین چیز در انجیل من هم بود. با خود گفتم چطور امکان داره؟ هیچ باورم نمیشد و من به خواندن آن کتاب ادامه دادم و دیگه عقیده نکردم که عیسی خداست یا پسر خدا. باورمند شدم که حضرت محمد آخرین پیامبر خداست. در این حالت مردد هستم، به خاطر که برادرم یک کشیش است. نمیخوایم که عقیده او را خدشه‌دار کنم و همچنان نمیفهمم که چه قسم عبادت کنم، به خاطر که برای هر مسلمان قاعده همین است که روز 5 بار عبادت کنم. پس من نمیفهمم که چطور عبادت کنم. وقتی خانواده من خبر شدن از من خواستن که بیخیال اسلام شوم، اما برای اونا من راه انتخاب ماندم و برایشان گفتم اگر رستگار شدن مرا در روز قیامت عهده‌دار میشن، من بیخیال اسلام میشم. اونا گفتن قول داده نمیتونم. گفتم خلاص دیگه، من باید برای رستگار شدن خود کوشش کنم، به خاطر که در قبر تنها خواد بودم، تنها دفن خواد شدم و تنها در اونجا خواهم خوابید. پس من باید رستگار شدن خدا تضمین کنم. پس تصمیم خدا گرفتم. در انجیل گفته شده، در انجیل متی گفته شده که وارد دروازه تنگ شوین و آن دروازه را کلان بسازین و زمان وارد شدن دیگران را راهنما باشین. اما یافتن این دروازه تنگ کار انسان‌های کمی است. پس شامل همین تعداد کم شوین. همین تعداد کم.